جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. السلام علیکم عزیزان شنونده. از اینکه بعد از یک ماه بار دیگر توانستیم در خدمت شما باشیم بسیار خرسند هستیم. سیده عبدالله زاده هستم. شما را دعوت میکنم به برنامه حکایاتی از گلستان. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اگر تا به امروز برنامه‌های ما مورد پسندتان بود، ما را به دوستانتان معرفی کنید و در یوتیوب کانال رادیو مهر آبونه شوید و یادتان نرود که زنگولچه را بزنید تا پادکست ها و برنامه‌های جدید رادیو مهر را بشنوید. برنامه حکایاتی از گلستان تهیه شده در صدای فرهنگ و اجتماع رادیو مهر، صدا بردار و تدوینگر محمدی حکیم، تهیه کننده مدینه حیدرزاده. همچنانی که در گلستان شیخ سعدی گشتی می زدم تا گلبرگی از آن را تقدیمتان کنم، ناگهان به حکایتی رسیدم که بسیار به دلم نشست. اما بگذارید پیش از آن که به سراغ این حکایت زیبا رویم، کمی درباره اینکه راز ماندگاری چیست و یا چگونه جاویدان بمانیم بیاندیشیم. حکایت. حکیم پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید، و سیم و زر در سفر بر محل خطر است. یا دوست به یک بار ببرد، یا خواجه به تفارق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولتی پاینده. اگر هنرمند از دولت بیفتد غمی نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر کجا رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. سخت است پس از جاه تحکم بردن، خو کرده به ناز جور مردم بردن. وقتی افتاد فتنه در شام، هر کس از گوشه فرا رفتند. رستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند.
حتما شنیده اید که هنر جامه‌ای است که کهنه می شود ولی پاره نمی گردد. در همین دوران خودمان دنیا پر شده است از موزه ها، نمایشگاه ها، نقاشی ها، فیلم ها و حتی کتاب ها. حدود 700 سال از وفات نویسنده آن یعنی شیخ سعدی می گذرد، ولی هنوزم گلستانش در بسیاری از محافل خوانده می شود و هر بار که کسی این کتاب را ورق می زند یادی از استاد سخن سعدی شیرازی می کند و این چنین است که او در یادها ماندگار شده است. بله دوستان، سیم و زر، مال و منال روزی تمام می شود، از یاد و ذهن مردم می رود، ولی هنر چشمه زاینده و دولتی پاینده است. اگر هنرمند تهی دست گردد غمی نیست، زیرا هنرش در ذاتش باقی است و خود آن دولت و مایه ثروت است و هر جا رود از او قدر شناسی کنند و او را در صدر مجلس جا دهند. ولی آدم بی هنر با دریوزگی و سختی لقمه نانی به دست آورد. اما عزیزان، در ادامه می خواهیم بررسی کنیم و ببینیم که چه ارتباطی میان هنر و جاودانگی است. با ما همراه باشید. وقتی در دوره‌های تاریخ نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چه خوب، چه بد، چه فقیر و چه غنی، چه پادشاه و چه گدا، روز مرگ همه آنها را در نوردیده است. اما چه می‌شود که از برخی به نیکی یاد می‌کنند، برخی دیگر تنها بدنامیشان در تاریخ مانده است. می‌توان گفت هر یکی از ما هنرمند زندگی پرفراز و نشیب خودمان هستیم و با انتخاب‌هایمان نقش خود را روی کتیبه تاریخ بشر حک می‌کنیم. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید کل شیء هالک الا وجهه، که علما در تفسیرش می‌گویند که بلا شک مرگ و نیستی برای همه موجودات است بجز خداوند تبارک و تعالی. یعنی تنها خداوند است که جاودان میماند. حالا هر اندازه که کارها و تصمیمات ما در مراحل مختلف زندگانی رنگ و بوی الهی داشته باشد و قدمهای ما در مسیر حق باشد، همون اندازه به منشأ حیات نزدیک شده و رنگ و بوی جاودانگی میگیریم، مانند شهیدان که گمان نبرید که شهدا مردند، نه بلکه زنده‌اند و در نزد ما روزی میخورند. عده‌ای هم هستند که با ساختن فیلم و سرودن ترانه و کشیدن نقاشی و خیلی از کارهای دیگر ادعای هنرمند بودن میکنند، ولی متاسفانه مردم را به سمت شیطان میکشند. قطعاً این گونه هنرها سبب ماندگاری و جاودانگی نمی شود. شنوندگان گرامی،
همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپارم و تا برنامه دیگر خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org